Mai glaza na tvoju daroga 400 ляка? О. شد نمیره حکی بابش ای برای بابید یک تنمش یک دیگم تشکیل کنی السلام علیکم نمیره که خوشروه کی بابیش با امید دیداری هر یک کدام شما بچم ای کی میکجا نغزین همت نمیره کار همه تانو دوست میدارم آخه در پای قدمی هر دو در سخنی هر یک کدام تان جانم میخوام که سخنی یکم تتنش کنم من نکه این همیشه دو بالی با من چند نویره دارم که با این همیشه دم غم میتیم آخه نباشم این روز هست که باید فقط داماد و عروس ایتا اوتا دامتیم اوتا لبای جان مرا زنمتی تو بکنه یه گپ بیله مرا زنم یا بچه ها آدمی زنگیر میرو رسیه کار میکنه من خیلی خلاصه که بچم $3000 بیار زن میتونم تایمتی نمه باشه $3000 ها $3000 بیار $3000 بیام کو ها اونمو اکی اهل دیدن کو اونمو رو بهتون همه زن میتیم او اهل دینی میگفتگی اگر $3000 بیام خودش زن میگیره خیلی زن میتی یا نمیتی آخیران همسیفم عظمت بود هم زن گرفت همبر یه بخیوی عظمت چی خیلی تربیه کده ایرم خزه او ای بایی زن میتی یا نمیتی میتون تو یکو خوش کرده داری خوش کرده یفتم یفتی واه ای کجا این همی رستری دنیای کو وقتی بیشتی یادم های کو دیتا جانه اوجا وای 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 بچه جانی خوش روی من همین دیوانه که مرا خوش کردی یعنی الان نویره که ببیش خوب خوش رو اگر یافته باشی بگو که نامش چیه نامی پدرش چیه من نامی اوچش چیه آخه اخلا محمد داره یا که نه یا چی نه اوتا من نمیدونم وای محمد داره کی داره چی داره نمیدونم که این همی دختره میبینی که اوتا این همی بیان بوری این همی قد بلند آخه این همی چشمای خشتو این همی کو این همی دوانه یا خی دوانه استغفرالله دف کشه یه دف کشه نمیشه چوه و تو خودت کمی که با میاد دیوانی دیگر خانه بیارم نه نمیشه بروز نه اوتا چه میگی اوتا جان اوتا این همی دختره میبینی کو قد بلند صف سفید قوشای پایوست موشتو هنمی جا گردن بوری این همی کو این همی حیوانه دف کشه او بالایه او بالای نمیشه او چوه آخه حیوان آدم آخه نمیشه نخو حیوانو بگیری حیوانو نمیگیری باشم نمیشه تمام بوایه ما ایره چیکه بفهمانه موسفید ای دوری باقانوس مونده تا بگر حیوانو میگیری اوتا جان ما این همی ما بچه های اصری بیسیه دختره خوی خشتوی با تب دیل منو کو حیوان میگیم باوای کو باوای مرا دیده میگه که خریبات بوده با گفته که نه علمو ترا به یک نگاه شناخته بده با گفته که یا دوخی بیار بوی خار کنم بچه همون خودت قوت داشته باشی دوخی در کار نیست خوشو میشه چی خیلی میکنیم اوتا؟ اوخه شما به شوخی که دختره خوشرو حیوان میگید خوشروها که با تب دیل مانا حیوان میگید ای جانش حیوان میگفتی ای ای گفت گفته که دوره های جوانی خودم به خاطرم زد دوره های جوانی خودم به خاطرم زد همین در دوره های جوانیم کو باشم همین تا حیوانی که اوچت بود اگر نمیای اسم کود بکشه اینمی حوزیرم ای اوچه تا حیوانی خوب نیست چیکار میکنه؟ علیکم بچم ولی هر دهک من دست به دست میکنیم ولی دست به دست میکنیم راست میریم پیشی حیوانی ما انا قطعی حیوانی ما یه مصلحت میکنیم و میریم بسری حیوانی تو میشه انا بچم دیدی خوش روی انا که دویده ما نه این نویره که مرا با چی نغمه این می نویرم کو نوروز جان این نویره که ما چی علمه داره چی علم ما یا درک شخصیت بیایی ما نمیفهمیم شد محال یک علاج میکنم تینج میکنم و میریم نه چی لبای چی
ببین نویراکای مکو باور کن یا خیلیش کن اینمی در خونه نه چوینیک مونده نه پیولا همه خیلی نویر داری اگه توش با ای کجا ما دارم فقط اینمی باور کن اینمی در خونه نه چوینیک مونده نه پیولا هم رزدیان شکسته آنتن در 2 مترش برام دیان پربلیچ است که آنتن شکسته الان بچم یک قربایی تورات کنی چه بگو یک قربایی تورات کنی الومینای گفته جوگی یاد فروختیان مای دستی خیلی نویرو کدوم روزه میمرم مای دستی خیلی نویرو را اینا باید تاش چی میگی؟ چی گفتی بابی؟ میگم که مای دستی شما کدوم روزه میمرم یه؟ بابی جان چی میگی؟ اگر شما مرده کو بجیلاتون زاینید یه بچم و خودت یاش جوانی بجیلای خودت چه کنه باید تا ای بابی تو قضیه کرده سی ما ایجوری توی رفتره کو خطی نمی اکی سودی هونا ای دستی نمی توی رفتره کو ای ما خورده شی دیگه شما در خانه خواه نشما سقای ای بایا ای بابید وقتش ده سقه بود ای بابید وقتش ده سقه بود نه که ای جوری کمپیری مومت پاکا علاقه شده پشال وانه پشم شارت پبری یال کی پاکی زلونه الا بچم باید همتون بدانه که یک همسایه که ای ده خیشی دورم بهتره که بچم یک همسایه انا که همین رو به نظر گرفته من آرزو میکنم هر یک کدام شما ده که همسایه خوب السلام علیکم همسایه جان نازی سازی همسایه تینجی سلام جا خوبه این همسایه به هیچ جا به کار نمیاد همسایه چی میگی این همیشه یک حاجی بسیار خیرخواه یک کماز ارد اوور در مگزین کو ارد ایه 185 ساتسومی کرد بله همین مردم انا همین خیلی بالای ارد برام دیدن 2 تایی ستی من برام دیدم همین قبض دادم 4 لیمچه گرفتم 4 لیمچه گرفتم میگم همین خرط میدادی همین لیمچه ها رو تا پیش خونه رو میبردم توبه کردم این رو بیننده من گفتم که به علام به بلا نمیاید چیز ما باتم تا خر خر ندارم چه؟ من خر خریم مرد رفت پوسید اینو می قاقشم نمونده پوسیدیم همسایه من این همی تسری سیدکر خم کدوم گذاشتم آمدم پیش این اغلات کی همون تکی نویست خرط دیدم السلام علیکم گفتم گفتم تو مدو در کاری خیلی عبدالله جان اکبت ای هنگست خریم چی فهمیدی اکو آخی وای گفت کی صاحب مپرس راضی باشه ببر من عبدالله جان باید تو لوزی خرارم میفهمی اما لوزی خراره که نفهمم خیلی چکل کم بزنم یه پشول وانه یال کی پال کی زیلونی ببینه